سطر یکی از قانون‌هایی که علیه اسلام برآوردگی‌اند، ضد اسلام برآوردگی‌اند در تاجیکستان سطر منع. میخواهم مخصوص تاکید نمایم که بزرگان ما بارها فرمودند که تنها سطر و سیاه‌پوشی و کرکرانه تقلید نمودن به فرهنگ بیگانه نشانه با عفت بودن زنان و دختران نیست. ما مثالهای زیادی در دست داریم که از جانب زنان و دختران سطرپوش استعمال مواد مخدر، آدم فروشی و باز بعضی کردارهای دیگر صادر کرده می شوند که از سنت و عنعنه‌های ملی ما، هویت و شأن و شرف زن تاجیک تماما و فرسخها دورند. من نمیگذارم نمایش نشانتیم، من نمیگذارم، چون که ننگ و ناموس دارم. با چه کارها مشغول هستم؟ مثل آن شیخ‌هایی که نمایش میدن از آنها در بدتر هستن. بعضا نگاه که من عمل رحمانه محکوم میکنم، همه نگاه دنیا، همه نگاه شریعت که این حق نداشت، این حق هم نداره. یک گروه معدود زنان و دختران دینداری را نه در باطن بلکه در ظاهر تصور کرده با پوشیدن لباس‌های سیاه و تاریک ارزش‌های فرهنگ ملی ما را پایمال و فضای معنوی جامعه را تیره ساخته ایستادند. حالانکه خدا را با عقل میشناسند و با قلب میپرستند، نه با سر و لباس و سطر و حجاب و سلا و ریش. همین سطر هم بهانه زیاد آوردگی که میگن که این سطر میکنن اخی بولش سطر پایانش کینو تئاتر این سطر میکنه تانگای ایجاش میتوا اوجاش میتوا میروا اونها رحمان لعنتی هم گپ میگن مواد مخدر استفاده میکنه، کارهای بد میکنه، فحشاگری بیراهگی میکنه. اخی ترا چی زور میاد؟ این یک نفر سطر کرد رفت فحشاگی کرد، ترا زورما تو تکسری بدی، تو نمیدونم چخری چی دیتر، ترا چخ زورما دولت آزادش میکنه یا نفر سطر میکنه نمیکنه، بیراهگی میکنه، براهگی میکنه، شما حق نداره. خب نصیحتش بکن، میگی مجبور چی با میکنی؟ چی با مجبورش میکنی؟ یعنی یک روایتی بگن که بیعقلانه آورده‌اند که سطر میکنه ایجاش وقت کمه، اوجاش هویای این لباسی تنگ اخته چی؟ تام خواری خطر بگی، تو خواری خطر دختری خطر مادری خطر بگی که لباسی کشو چپشه، تو مادری تو لباسی کشو چپشه خشوتر چپشه. رو فهمونیم اونایی که حجاب به سر میکنن بعضن و میکنن پیش از همه این بیسوادی بی‌معرفتی هست. سوادی کافی ندارن اونا و هم گمراه گشتگان، حتی از همون زندگی خودشون نمیدونن چیکار میکنن. توی هست یکون کس تلفن میکردگی انا همین برآمد شما را ما تلویزیون دا میتیم از پگاه دیگر زنگ تلفن تمام. چوه قدر خراب هستی؟ یا دیت بکنی؟ نه نمیدونم. کرسی چهارم ها؟ بله. در گروهتون چند تا دختر هستن؟ 27 دختر هستن، 5 نفر پسر هستن. بچه های خوشبخت بودن. داماد شونده هست؟ نه حالی هست؟ نه. تلفن داره نیست یکون کس؟ نه. از روی نقشه هایی که برای به پیش خود کشیدم حالی آیله دار شوی فرصتش نآمده است. چی بود؟ همه چی بود؟ ها. مسکه بود؟ همه چی. جرگات، شیر؟ شیرچای هم بود. شیرچای هم بود. با در بدخشان به شیرچای نمیشه. ما که بدخشان رفتیم حتما شیرچای شما با مزه است. حتما. شهوت پرسته، شهوت دوستوره، شهوت گفتوره. اینا باید محکوم کنیم. 20 سال باید که به همین عملش تنها بشینه. این گناه زیاد داره. سطر حجاب برای هر یک زن مسلمان فرضه. گپ خداوند در سوره نور داریم، چند تا آیت داریم.
درباره حجاب سطر از آن جمله در سوره احزاب داریم آیه 53 59 33 53 59 سوره احزاب داریم. از آن جمله آیه 59 سوره احزاب یک بار وقتی گفتیم بدروین ببینینش. اولا که ایره همه شما باور میکنید هر نفری که بگیم که مسلمانه باور میکنه که سطر یعنی حجاب یا که محکم کردن زن این حکم خداونده. حتی همین سطر حجاب برای هم مرد هم برای زن میدونین نه آیت همین حجاب هم برای مرد هم برای زن. برای مرد فرق میکنه یعنی که سطر عورت میگیم برای مردی خیلی، اما برای زن هم همچنین باید روش یا که همون بعضی علم ها میگن تا همینجای دستش و همون پاهاش اگر که ضرور باشه به تایش کنه میکن. دیگر باید که زن نتوه. همه باید 50 سوره احزاب تا پروردگار با پیغمبرش میگن این خطاب امره که ای پیغمبر استعیذ بالله یا ایها النبی ای پیامبر قل ازواجک بگو با زنها و بناتک با دخترات بگو و نساء المؤمنین و تمام زنها بگو یدنین علیهن من جلابیبهن و الی آخر آیه. بعد اول زنات نگاه کنین اگر حجاب نعوذ بالله کاری بد میبود پیامبر نمیگفت که زنات بگو که آزاد بگردن یعنی که حجاب نکنن. حجاب با میگن که یک فایده کلان داره یک تنظیم یک ترتیبی همو بگیم که حفاظتی ننگ ناموس عفت زن نشون میده. هر یک تشما اینا ببینید مردا رو داخل داره این سوالم وقتی زنگیر میشه یگان تشما میره یک دختری رو بگیرن که ضعیفی رو هر روز لیچ رقص بازی کنه که در کوچه بگرده رنگ همو برها میگیرن هم طرز نمیگیرن. شما دختری رو میکنین که عفت داشته باشه ناموس داشته باشه حیا و شرم و گفتی گپای خودمون که دختر تنج باشه همطوری دختر میگیره. خب در اینجا پروردگار برای چی پیامبر گفت اول زن تبگو بعد دخترای خطاب بگو داخل خود بعد زنهای مسلمان بگو. این امره این گپ خدا را هیچ کس حق نداره که یا قبول نکنه یا که برزی دیگه ببره. هیچ کس حق نداره زیرا هر یک انسان چی مسلمانه چی غیر مسلمان او بنده خدای سو میخواد میدونه نه بنده خدای حق نداره حتی هیچ ضعیف و عاجزه مبارزه هم برای دستش چی میاد با خداوند هیچ کس زورش نمیرسه. اینا بدونه هیچ کس با زورش به خدا نمیرسه زوری بیفایده میزنن. اما نمرود شنیدگی نمرود در زمان حضرت ابراهیم یک پادشاه یک ظالمی بگین زمان خودش یک پشه رو میدونین چه یک پشه مراد ایبین بود یک پشه این همی او فرعون او ایبین بود. اونو ابرهه را یاد دارین شنیدگی هست اینو که در اونجا خوندگی این کینوها شدیدگی در یادتون است از آسمان سنگچه اومدن زدن. همون سوره کوتاهی که ما و شما میخونیم 10 سوره اخیر همون سوره فیل الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل اون سوره یک بار وقت گفتین معنیش رو ببینید. خب سطر حجاب این عفت زنه حق نداره رحمانوف که علیه زنهای مسلمان اونم در تاجیکستان قانون ببره. همینجا یک نوار است از برادرها خواهش میکنم همون نوار رحمانوف آیدی سطر حجاب یعنی رسما اعلام کردگی که ممکن نیست رسما اما را بمونید و صحبت دوام میتیم. هفته اندامی بعضم بانوان و مادران سر لباس و پایافزار آنها را نگاه میکنید عیب است. به شأن و شرف ملت تاجیک این طرز لباس پوشی بیگانه پرستی اینقدر تاریخ و مدنیت و فرهنگ ملت تاجیک را زیر پا کردن عیب است شرم است. من اشاره کردم خداپرستی خداجویی قلبت خطی اعتقاد کن فرزندانت را تربیه کن شوهرت را نگاه بین کن. در اینجا خدمتی ترسانه مردها هم هست چون این شخصان خرافات پرست هم هست.
وابسته به این مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی و ساختارهای داخلدار دولتی را ضرور است که پیش رای این ظهورات نامطلوب را به طور قطعی گیرند. یک چند مراتب تکرار به تکرار ابراز داشتم و بار دیگر تاکید می نمایم که در شرایط جهانی شوی اگر خواهند دولتی را از بین برند اول زبان و بعدا فرهنگش را نیست میکنند. لباس پوشیدن یک جزئی مهمی فرهنگ ملی ماست. هر یک ملت است. در دنیا در جهان ما نشان میگردیم از مسافه 1-2 کیلومتر از طرز لباس پوشی معین میکنند که کی آمده ایستاده است، شهروندی کجا است. من بسیار سیاستم نسبت به مادران، زنان و بانوان بنهایت سیاستی عاقلانه و عادلانه است. من دائما دستگیری کردم میکنم. من دست بالای کنستیتوسیا مانده سوگند یاد کردم. من با سوگند خود صادق هستم. ما را ضرور است که به ظهورات ننگین بیگانه پرستی هرچی زودتر خاتمه بخشیده سر و لباس های ملی دختران و بانوان را بیشتر ترغیب نماییم. پیش راه تقلید و تعصب ظاهر پرستی را گیریم و در میان زنان و بانوان کارهای فهماندهی را وسعت بخشیم. مخصوصا به پایتخت کشور وقتی که وارد میشید صرف نظر کار میکنیتان، بازار میرویتان، فروشنده هستیتان، خدمتگار هستیتان، سر و لباستان ظاهرتان را ببینید. خب تماشا کردیم هموطنان گرامی که از این گپا، از این سخنهای رحمانوف بوی بد، تحقیر، دروغ و نفرت به اسلام و مسلمان ها و حتی به همون زنهای با حیا و با عفت میاد. همین گپاش همین چیزا رو شما میبینید. در همین گپاش شما تصور کردین که چند دروغ گفت. چخیل اولین تحقیرش چی بود؟ با هم خیلی اشاره میکنه که مخصوصا اون زنایی که با پایتخت میان در دوام گپش عقلش نمیگیره که با میگرده میگه من سیاست نسبت به زنها دائما کردم، دستگیری میکنم. وقتی سیاست نسبت به زنها کرده، دستگیریشون کرده، چیکارشون کرده، همو مارشروفکا میان پیشواز میگن همو سیاستی تو دستگیری تو همو کمکی تو یا که بگیم احترامی تو عزتی تو حرمتی تو نسبت به زنها همی که پیش میان دایره زدن یا که رقص بازی میکن همه یا قپده میگردن میگن که لباس پوشی یک جزء مهمی فرهنگی میگه ما است. بله حتی یک دروغ میگه. شما تصور کنید میگردن میگه که ما جهان بسیار گشتگی میدونیم که 1 کیلومتر 2 کیلومتر میگه زن لباسش میگه میشناسید روی چش اسیو میکنه. 1 کیلومتر شما میدونید که چند کیلومتر مسافهش؟ 1 کیلومتر شخصا من 2-3 برابر ایمالی مایده یم. 1 کیلومتر من نمیدونم که همون طرف بیاید من نمیسون میارم. دختری که 1 کیلومتر اینو طرف بیاد من نمیشناسمش که دختره که بچه یا که لباسش چخیلیه من نمیشناسمش. اکی این مسافده میدونه که 70 رفته 70 ساله چشماش نمیبینن تمام اینا موچا بیار عینک قطعی یا که دوربین قطعی میبینن 1 کیلومتر 2 کیلومتر گفته سعی که 1 کیلومتر 2 کیلومتر میگه الکی میگم اون لباسش میفهمیم که ایچ طریه. بله 1 کیلومتر 2 کیلومتر نه اینای 5 متر 10 20 متر 30 متر میفهمی که بله اگر اوستین کالتا باشه یوبکا داشته باشه میگویی سبک دستی نمیدونم خچیش بگون بله میفهمیش. اگر لباسی سفید داشته باشه میگویی دختوره یا که همشیره شفقته. لباسی ملیسگی داشته باشه من رستن 20 متر میگویی تو 50 متر میگویی. 1 کیلومتر دروغ ایتری گپ نیست. دروغ گفته سیمورا همو مردم همو یک الان اسردز میدونی نه 27 خریدار چون کو در پیشتگیان اونها در پیشتگیان خرسکش میزنن. همونجا نه که مکرون یک کار خوب میکنه. مفتی اکو
خرسک نمیزنه. امروز شما پختور تماشا کنید همیرا خرسک نمیزنه، همه میخزه این تحقیر داره زنها را. این خیلی لباس پوشیدن میگه بشر میاد، آبروی میگه پایتخت هم میرزونن، آبروی مور هم میرزونن، میگه این تحقیره. مکرو خرسک نمیزنه. بله خرسک زدن این جنایت است، گناه است. وقتی که گپای کفر، گپای بگیم بد بزه، بد رفتاری و بد گفتاری داره نسبت به زنها، در اینجا خرسک زدن یک طرف، گوش کردن این درسته. گناهکار میشین. در اونجا دخترای هستن که همه جاشون بگن که هویای چی درباره یا چی به چی نمیگوی. همین فرهنگ چه نبرویت نواسویت اگر هم تریشون بفورا رحمونو کردن بگیرن، تو گناهکار میشه، تو دایوسی. برای مسلمان ممکن نیست که زنش یا که همسرش یا مادرش، یعنی که همو اهل اویلش زن باشه، ناموس یوای ممکن نیست که با به لباس ببروه، بیرن مال ببروه، بیزور ببروه. این ممکن نیست. ما شما میدونیم مردم تاجیکستان میدونیم که همین ما را دروغ گفته است، همین ضد اسلام برآمدگی، ضد اسلام مقابل یا که مبارزه بر ضد اسلام برده است. اینا جا بعضی نفرای هستن که میگن که اولی را خدا میزنه. این گپتون دروغه، این گپتون تهمت به خداونده. وقتی که نفر ضد اسلام میبره، ما اینجا میگیم که 35 قانون چند نوشتگیم، نه یکی از اونها نمی بر ضد سطر برآمدگی. چی به خدا نمیزنش، چی به خدا نمیزنش. ما چند تا آیت داریم که پروردگار میبینه ما را، همه انسان‌های دنیا را میبینه، ما میشنوه. ای دل ما و شما با خبره. یک آیت داره پروردگار در قرآن میگه که نحن اقرب الیه من حبل الورید. میدونی این معنی چی داره این گپی خدا؟ میگه ما خداوند خودش میگه اینمی یک انسان یک رگی بگیم که گلاونیه که شاه رگ میگه، اینمو رگ ده میگه ما با شما نزدیکیم. دیگه او ظالمه، مظلومه، ملاحه، عامیه، او بی سواده، با سواده، شهریه، دیهاتی، زنه، مرده یا شای پیره، او خیلی گپ نیست. یعنی همه را میبینید. حتی حیوان‌هایی که چی در روی بحر چی در زیر بحر، همه او را خداوند میبینه. ادنوره میبینید. انا که شما تصور که اومالی را میدیده اینا میگه پوش شنویده، چی ما نزدش؟ برای که ما و شما باید مبارزه بر ضد دشمن بریم، بر ضد ظالم بریم. زیرا انسان اگر ای دیگر عالم می اومد، یعنی اژدها باشه که انسان قوت توانایی نداشته باشه، در اون وقت او زورک خدایا امیر ابوزکی ما توانایی که قوت نداریم. یعنی بعضی ما هم خیلی صبر طاقت ما برای چه میگیم ولی خدا یک روزی را میزنه 28 سال شد با میگم که این گناه در حق یک آیت قرآن که در حق خداوند هیچ وقت افترا نبندیم، تهمت نبندیم. میدونید نه تهمت، افترا، بهتان، دروغ در گردن خدا یا میگه که در حق خدا نبندیم. خدایی را میزنه یا که خدا خودش سرشتش کنه، خدا خودش میدونه، خدا خودش میبینه. شما مسلمان، شما وظیفه داره، اینا بدونید وظیفه مسلمان ای چی عبارته. وظیفه مسلمان ای چی عبارته. هر یک نفر که مسلمانه باید بدونه که برای چی مسلمانه، برای چی مسلمانه باید بدونه. مسلمان معنیش چیه؟ تسلیم، اطاعت کردن در تمام قانون‌های خداوند، در تمامش. او قانونش که برای تو مشکله، یعنی قینه، او قانونش که برای تو خوبه، او گپش که برای تو میفوره، او گپش که برای تو نمیفوره، او برای تو حتمیه، زیرا تو مسلمانی. از اون جمله همین زنها در داخل داره. درباره سطر گپ میره. بعضی زنها با کنخ چون هم نمیفورهشون سطر. اگر مسلمان باشن باید سطر کنن، حجاب کنن، زیرا به حجابی یک فساد بد اخلاقی را در جامعه پیاده میکنه. شما ببینید بسیار تجاوزها ایرو چی میشود؟ تجاوز ایرو همو مثال دختری کتا، این هم در مکتبا زیاد میشه همین چیز. دختری مایده یا که بگیم که همو بالغ بخی یا لباسی میپوشه که خودش شهوت یک چیزیه که در هر یک انسان هست. نفری که شهوت نداشته باشه او ای دنیا ای لذت دنیا محرومه. شهوتش داخل بدور میشود، چیکار کنه؟ مجبوره که یگان رابطه، یگان
ба зино наздик шавад. агар ҳиҷоб дошта бошад, маҳкам бошад, ӯ шаҳваташ бедор намешавад. барои чира бубина ки баъз вуҷдатиш кунад, вайрон шавад, чира бубина? ҳеҷ намебина. нигоҳ кунед, ами ояти гуфтам, ояти 50 сураи аҳзобда дар ҳамуҷа як нуқтаи бисёр муҳима Парвардигор бо ёд мекунад ки мега ҳиҷоби шумо нишонаи мусалмони шумо аст. вақте ки ами оят модармон Умми Салама мега ки ами оят нозил шид ба паёмбар дар бораи ҳиҷоби занҳои мусалмон, духтарош ва занҳои паёмбар, мега занҳои ансор чунон мега либоси сияҳ. ой набидонед бисёри нави мукаррам аз он ҷумла имом Али ва дигар пайравоншон ки либоси сияҳро меган моли араб ё ки дуруст нест, аз он ҷумла модармон Умми Салама ҳадиса ҳамира ривоят мекунад, ҳамира бигем гӯшзад мекунад ки либоси занҳои ансор либоси сияҳ қати аз хонаҳошон чунон оҳиста мебаромаданд ки гӯё дар болои саршон ягон парранда шитагие ки на пара ё ки яъне ки ҳатёт карда роҳ мегаштанд, яъне ҳиҷоб карда. баъди ҳамин нозил шидани ҳамин оят. вале бо баъзе занҳои дорем меган чи дилм тозаё, ин авози ҳамин Раҳмонов мағдун ҳамин гапа гуфт. худотарси худоҷӯи қалбат хати эътиқод кун. баъзе занҳо духтаро пайрави ҳамин ҳастанд чи наъузу биллоҳ модарумон Ойша, Умми Хатича, 9 зан дошт паёмбар, 9 зани паёмбар, духтарош модарумон Фотима, Зайнаб, Руқия, Умми Кулсум ва дигар занҳои асҳобе ки ҳиҷоб мекарданд. вақте ки ояти ҳиҷоб нозил шид, во қалбшон тоза набуданд, қалби во тоза набуд. ҳаминҷа дар Парвардигор асос барои чӣ ҳиҷоба фарз кард? барои чӣ? барои ҳифозат, ба иффат нигоҳ доштан, ба танзим даровардани зан. аммо даврои паёмбарда вақте ки як ҳадис дар рӯз хондам, ҳиҷоб мега фарз шид, занҳое ки ҳиҷоб мекардан, маҳкам мекардан хичонат, мега як гурӯҳ фосиқо буданд дар Мадина, зинокоро. вақте мега занеро ки медидан маҳкам буд, ба ӯ кор намегирифтанд. аммо занҳое ки ғулом буданд, барда буданд, онҳо озоданд. каниз, ӯ каниз озод аст, уда фарз нест ҳиҷоб. ва онҳо мега баъд дастарозӣ мекарданд, гапҳои гем шаҳвонӣ мезаданд. ва имрӯз ҳам ҳамин пункте ки худованд мега ки шумо ҳиҷоб кунед то ки шумо мушаххас шавад, озод будани шумо мушаххас шавад, мусалмон будани шумо мушаххас шавад. мисол духтура мо мебинем либоси сафед дорам, мегем ин духтура. агар ҳарбӣ дошта боша мегем ин хай милеса ҳай. агар бояд خب لباس‌های گوناگون دارن در همین جامعه‌ای که ما و شما زندگی میکنیم. هر یک مقامات و ساختارها که ما از روی همون مشخص میکنیم این معلمه، دکتر، این ملیسه و تکراره روی لباسش. و همون از اون جمله مسلمان هم باید ما روی لباسش بشناسیم. وقتی که زیاد زنهای تاجیکستان سرلیچنانه، زیاد زنهای غیر دین، یعنی که اسلام بیرون دیگر دین ها دارن که اصلا دین ندارن، اونا سرلیچن. بعد فرق بین این و بین اون هیچ چیه؟ بعد مسلمانی دیگه جای، مسلمانی دیگه جای. این اومالی با میگه دروغ تون میگه. و نگاه کنید نقطه‌ای که ای گفت فرمان داد تمام ساختارهای قدرتی شد. او بعضی چوبلوسا میبرن میگن این وجود نداره، حجاب من نیسته، هر کس میتونه زنش یا که خواهر مادرش سطر کنه. این همین گپی رحمانوفی منتج نیست. 10 ساله قانون تنظیم عنعنه و جشن مراسم را برآوردن، در همون جا گفت و دستور داد که به طور قطعی سرگرمی بیگانه پرستی را بگیرن. قطعی را میدونید کانکریت نه ریشه‌کنش کن کاروچی. بعد همین جلسات همون طولاری کوخی برباد میبروین ویدیوش هسته مکرم سوال میتن میگریزه باور میکنین در رادیو زودی تماشا کردم سوالش میتن که همین درباره لباسی با فرهنگ ما بیگانه میگن یا کمی سطر حجاب چی تصمیم گرفته شد چی شد میگه سلامت باشید سلامت باشید واسه میگریزه
بعد یک زنک گر سوال میتن، یک زنک خیلی سرلیچه میگن که چی شد امی قانون تنظیم عنعنه و جشن مراسم ها درباره لباس پیشایی مبارزه زیاد نبودن خوب. از 2007 وقتی که وزیر معارف عبدالجبار رحمانزاده بود، یک پتخلیم، یک متیلچی کوزی سفیر تاجیکستان در ازبکستان تعیین شده، وزیر معارف بود. اولین باری که دشمنیش رحمانوف سر کرده بود بر زنها، طلبه ها را گفت که به دانشگاه ها بر رومال یا که سطر نیاین، اجازت نیست. شما چخیل میفهمید که یک دولتی که مایل اسلامی نیست، اسلامی نیست که ما حتما باید سطر داشته باشن یا که ریش اسلامی نیست. یک دولت شما میگه که دموکراتی، حقوق بنیاد، آزاده. وقتی آزاده خیلی بمون دختری که نمیفرش که لیش باشه، یعنی یک کسی که ببینش کیف کنه، و یک دختری که برعکس نمیفرش که محکم کنه، نمیفرش بچه ها را سیر کنه، چشماشون را سیر کنه. همین رحمان ها از اون جمله نگاه های زهرالو داره. میدونین نگاه های کو دیداش شمچرانی میکنه، زهرالو های نگاهاش. زنهای لیج میان و خیلی راحت میکنه. مسافر دیگه وقتی مردنش قریب شده میخواد که لذت دنیا را بچشه. خب برای همین زنی سطردار باشه که بی سطر باشه در تاجیکستان نباید که مورد فشار یا که ظلم قرار بگیره، نه بر بیرمولش نه بر رمالدارش. با میگم که قانون تاجیکستان یا که چی حکومت تاجیکستان اسلامی نیست که مجبور همه سطر کنه، برعکس بگیم که غیر اسلامی هم نیست چنون بگیم که همه را مجبور کنه که به سطر بگردین. آزاده، نفر میفرش که رمال دوزه، نفر که نمیفرش رمال ندوزه، اما در اینجا فقط تحقیرشون، توهینشون، تهمت، فشار و ظلمشون فقط برای زنهای رمالدار، برای برمال ها، نفرایی که رقص بازی میکنن، فرهنگ ما را نه تنها به آبرو میکنن بلکه خودشون به آبرو کردگیان. برای هیچ قانون نیست. برای چی؟ برای که در او روایت داره که تاجیکستان دولت دموکراتی آزاده، چیکارشون میفرار بکنن. خب در آخر در نوارش چی گفت؟ گفت که وقتی که شهر میه، پایتخت میه، لباسی خودتون نظارت بکنین، چه خیلی میه خودتون به سر بدنتون اهمیت بدین. شما میدونید که یک نفری که بدبخت اخی زنک نیستی، تو مردکی با گفتی خودت، تو چخیل یک زنک اگر تو تعلیم میدی که چطوری لباس پوشد با پایتخت بیا، تو چی باید تعلیم میدی؟ تو کی خودت؟